حسین، یا حسین. به همگی بچه ها خوش اومدید به یه دونه ویدیو جدید دیگه که اصلا کلن موضوعش با اون دوتا ویدیوی قبلیمون فرق میکنه. امروز اومدیم بازی کنیم، بازی چالش 3 شب. قراره چالش ترسناک انجام بدیم. آقای فیلمبردارم در کنار منه. سلام. من ترسان قبل از کشته شدن خودم از ترس بله. چارلی رو قرار بیاریم یه اسم قرار روح چارلی رو زنده کنم. پشماتونم بریزه با مداد رنگی فابرگاس سلندر رو میکنم. الان متعادله. خب قرار روح چارلی رو بیاریم. قرار این چالش رو انجام بدیم. من یه سری چیز میز آماده کردم برای اینکه این کار رو انجام بدیم و ببینیم که آیا واقعا میشه یا نه. لطفا لایک کنید، ساب کنید، زنگوله رو بزنید، حتما نظرتون توی کامنت به ما بگید که آیا ترسیدید شما هم یا نه. بریم سراغ ویدیو. چالش رو شروع میکنیم. چارلی آیا تو اینجایی؟ بیا بالا. چارلی آیا تو اینجایی؟ آقا مثل اینکه آقا چارلی خوابیدن. امیدوارم بیاد. چارلی آیا تو اینجایی؟ چارلی آیا تو اینجایی؟ آقای چارلی آیا تو اینجایی؟ چارلی آیا تو اینجایی؟ بیا بالا. کار نمی‌کنه. بذار یه بار دیگه بذارم. چارلی آیا تو اینجایی؟ آقا دستمو شاید باید بذارم اینجا. رفت رو خدا. یه موقع چارلی آیا تو اینجایی؟ خب بچه ها، من میخوام شمع رو روشن کنم برای این بازی بسیار مسخره. اتفاقا ماه کامله و هوا جون میده برای این کار. شمعمون روشن شد. حالا من یه دونه به این دوربین نشون میدم. من یه دونه طلسم آماده کردم که متاسفانه مجبورم اینو سانسور کنم به خاطر اینکه یوتیوب میاد و پارم میکنه. خب ما قراره اینو بسوزونیم برای اینکه ببینیم که آیا کاری انجام میده یا نه. چارلی آیا تو اینجایی؟ چارلی آیا تو اینجایی؟ چارلی اگر اینجای خودتو به ما نشون بده. چارلی آیا تو اینجایی؟ به اندازه کافی سوخت. اینم از این و هنوز داره میسوزه.
سوال بپرس، فقط میخوایم دورش کنم دیگه. بپرس. چارلی آیا تو قصد داری اینجا بمونی؟ یعنی قصد داری که توی خونه بمونی؟ چارلی آیا تو قصد داری که توی این خونه بمونی؟ یا اول بگی من دورش کنم، بگی دیگه خطر خطرناکه. ولی یه حسی خوب دارم. به خاطر اینکه ببین، اولین بار می‌دونی، داری همچین کاری اولین می‌کنی. بارم آخه نیست. ببین من واقعا میدونی چیه، میترسم، یعنی یه ذره دلم یه ریزه میلرزه. میدونم، چون دفعه اوله که داری این کارو میکنی، به خاطر همین. و آدمو بعضی وقتا حتی وقتی میدونن که هنوز که هنوز علافم. من واقعا میترسم اگه نره از پیشمون. میرم پیش چرا؟ شاید بخاطر بدو بگیر. برو بیا چون بخاطر کوله نیست. چارلی آیا هنوز اینجایی؟ چارلی آیا هنوز اینجایی؟ تا اگه به خاطر کولر بود شمعمون هم اونطوری نمیشد. شمع هنوز هم داره اونجوری میشه. آره. چارلی آیا هنوز میشه مایی؟ چارلی آیا هنوز اینجایی؟ چارلی از پیشمون رفتی آیا؟ بچه جواب نمیده یعنی رفته آنگاه. چارلی از پیش ما رفتی آیا؟ چارلی آیا هنوز اینجایی؟ من بکنم رفته یا نشد بخاطر بوله. من واقعا خوابم نیومد. عرق کردم دارم میمیرم از ترس. منم خوابم نیومد تا صبح شه. من حتی من میترسم اینجا بایستادم، میترسم تموم کنم اینجا رو. یه دقیقه همینجوری بگیر بذار من یه لحظه راههای تموم کردنشو چک کنم. نه یه در دیگه بسوزونیمش نمیخواست شیش هم دونم. هم بوش بدم میاد. دوباره سوزوندیمش و هنوز که هنوزه منتظر حال شما چیه؟ به نظر من علکیه. بریم بر سوال بعدی. آقا مگه قرار نبود دورش کنی؟ همین میخوام دورش کنم. چارلی تو قصد داری از پیشمون بری؟ بچه خوبه اصلا کیفیت دوربین اینجا رو ماکرو. آیا تو هنوز اینجایی؟ دیلیز چطوری نه؟ بچه یعنی چی نه؟ هنوز که امروز یه سری اتفاقات عجیب کهکشانی هم افتاد. یه سری ستاره های ترسناک دیدیم. ستاره دنباله دارم. ستاره حالا اینو نگاه اخترشناسان لطفاً به ما کمک کنن تا بتونیم همچین کاری رو انجام بدیم. ستاره های قرمز مرمز دیدیم. ماه کامله. سیاره
یه سیارک دیدیم و الان تنها چیزی که میخوایم ببینیم یه موجود ماورا. چارلی آیا تو هنوز اینجایی؟ اسکلمون کرد کچم بریم. این بازی ها علکیه، به خاطر همه بازی رو گفتم دوست داری امتحان کنی باش امتحان همه این علکی. فکر نکن. اینایی که رحمال منبارن چی کار میکنن بر احضار روح و اینا؟ ها؟ رحمالا بالا احضار روح نمیکنن، نشستن پول میگیرن از مردم دعا می‌نویسن واسه زندگی دیگران. اون ندیه من یه سری چیزا هم دیدم، رحمالا رو هم دیدم که چیز میکنن، شما هم جدا داره میسوزه. یه سری رحمالا رو دیدم. کاری نمی‌کنن. یا حسین، یا حسین